امروز میخوایم یه روش عالی برای سرخ کردن بادمجون با روغن خیلی کم رو یاد بگیریم. اول از همه بادمجون هایی که پوست کندیم رو برای 15 دقیقه داخل آب نمک قرار میدیم تا هم تلخیشون گرفته بشه و هم موقع سرخ کردن روغن کمتری جذب کنن. بعد از این مدت بادمجون ها رو آبکش میکنیم. حالا یه قابلمه برمیداریم، کمی آب داخلش میریزیم و سبد مخصوص بخارپز رو میذاریم داخلش. بادمجون ها رو داخل سبد میچینیم و میذاریم حدود 10 دقیقه بخارپز بشن. بعد از 10 دقیقه بادمجون ها رو از سبد خارج میکنیم و با یه دستمال تمیز کاملا خشکشون میکنیم. این مرحله خیلی مهمه چون باعث میشه بادمجون ها سریعتر و بهتر سرخ بشن. حالا نوبت سرخ کردنه. مقداری روغن داخل ماهیتابه میریزیم و میذاریم داغ بشه. بادمجون ها رو داخلش میچینیم و میبینید که چقدر سریع سرخ میشن و با همون مقدار کم روغن دو طرفشون طلایی میشه. در آخر بادمجون های سرخ شده رو داخل یه آبکش فلزی قرار میدیم تا روغن اضافهشون خارج بشه. من خودم وقتی برای درست کردن کشک بادمجون این بادمجون ها رو کوبیدم، دیدم که کف قابلمه هیچ روغنی جمع نشده و این واقعا نشون میده که چقدر کم روغن جذب کردن. امیدوارم شما هم از این روش لذت ببرید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر در مورد روش‌های مختلف سرخ کردن بادمجون حتما به کانال ما سر بزنید و از ویدیوهای مرتبط دیدن کنید. ممنون از همراهیتون.